بهترین پیتزا قارچ و مرغ رستورانی و با این روش تو خونه درست کن. روز هفتم از چالش بهترین پیتزاهای رستورانی. فیله یا سینه مرغ و نواری برش بزنید. داخل تابه کمی روغن بریزید. اول سیر رنده شده رو یکم تفت بدید و بعد مرغ ها رو اضافه کنید. نمک، فلفل سیاه، پودر سیر و آویشم بزنید. در این حد که تفت دادید کافیه. این مدل پیتزا با مرغ سوخاری هم خیلی خوشمزه است. قبلا آموزشش رو گذاشتم. اگه پیدا نکردید کلمه سوخاری رو بنویسید براتون ارسال میکنم. قارچ ها رو هم با کمی روغن، چند قطره آب لیمو، کمی نمک تفت بدید که آب نداشته باشه. بعد از استراحت خمیر رو بدون اینکه پفش رو بگیرید داخل قالب چرب شده بازش کنید. اگه دوست دارید کنارهای خمیر لبه داشته باشه از وسط شروع کنید به باز کردنش. آموزش خمیر هم توی پست قبلی هست. اول سس بزنید، بعد پنیر پیتزا. من یکم سس خردل هم اضافه کردم. مرغ و قارچ رو بچینید و اگه دوست داشتید فلفل دلمه‌ای بذارید. لای آخر پنیر پیتزا بریزید و با دستتون یکم فشرده کنید. برای عطر بهتر آویشم بریزید و برای تزیینش من از قارچ و فلفل دلمه‌ای که نازک پشت زدم استفاده کردم. میذاریم تا بپزه. تمام نکاتو هم براتون توی کپشن نوشتم. این پیتزا با این کیفیت تو هیچ رستورانی پیدا نمیشه. حتما امتحانش کنید و برای دوستاتون هم بفرستید.